در برنامه نقد فیلم این هفته نگاهی داریم به فیلم ابابیل از تولیدات ناجا که فیلم اسکایفال جیمز باند را گذاشته تو جیب بغلش. این فیلم که درباره فتنه 88 می باشد با یک بازسازی حیرت انگیز از صحنه‌های فتنه‌گران آغاز می شود. در یک طرف فتنه‌گران را می بینیم که با خشونت بسیار زیاد و با چهره‌های آسیب دیده از تهاجم فرهنگی به برادران یگان ویژه می گویند نترسید. در طرف دیگر یگان ویژه را می بینیم که ترسیدند و اصلا هم مردم را نمی زنند. منو بالا دستی نمیخوایم جنین تغییر رژیم رو توی قنداق غفلتمون خفه کنیم. با این جمله یکی از سرکردگان دشمنان نظام تمام نیت استکباری خود را برملا کرد. دیدید؟ شمع رو ریخت رو نقشه، میخواد ایران رو از روی نقشه پاک کنه. عجب کار استکبارانه ای. سعید ساروج کی میاد دبی؟ فردا. سعید ساروج این سیلوستر استالونه قرودبه است که با یک ریش مگسی اومده به بلاد فتنه پرور، یعنی همین دبی خودمون، تا توسط دشمنان نظام فریب بخوره. بینندگان عزیز، روی صندلی خود محکم بشینید، چون از اینجا وارد یک سکانس جیمز باندی خفنناک میشوید. اول این پیرزنه میشینه بغل سعید ساروج، بعد یه دستمال میگیره و ناگهان غیبش میزنه. دیوید کاپرفیلد، کجایی که این صحنه رو ببینیم؟ الو، آدرس بغل کیفته. تا 5 دقیقه دیگه اونجا میبینمت. از اینجاست که سعید ساروج به عضویت شبکه دشمنان نظام در میاد. اینجا فقط یه برخورد کوچیک با یه پیرزن داشتم. فقط همین یه برخورد کوچیک بود؟ اگه تا الان نفهمیدید که اون پیرزن مرموزه همین زنه بود، کارگردان بهتون نشون میده. دیدین؟ فردا یه قرار خیلی مهم داری. و مأموریت من؟ فردا بعد از ظهر بیا به این آدرس. در صحنه بعد رئیس دشمنای نظام استراتژی شبکه استکباری خود را اینطور بیان می‌کند. یادت باشه که هدف ما برگردوندن مجدد آزادی و دموکراسی به ایرانه. شاید مناقشات و انتخابات به سر مناسبی برای برقراری این هدف تو ایران باشه. اوکی، اما آقای شاپوری فکر می‌کنین که این اغتشاشات به جایی هم برسه؟ ببینید، ما وقتی یک ساختمون چند صد طبقه رو می‌خوایم خرابش کنیم، مواد منفجره رو سقف نمیذاریم، بلکه میذاریم زیر ستونها. مردم ستونهای این رژیمن، باید مردم رو جدا کرد از اونها. بعد میشه یک ساختمون بدون ستون. وای خدای من، اینا میخوان مردم رو از نظام جدا کنن. مگه تا حالا به هم چسبیده بودن؟ نباید دیر بچونیم. تب و تاب شلوغی‌های تهران را سرد میشه و وظیفه ما هم سنگین‌تر میشه. باید جرقه باشیم تو انبار مهمات. اینجا فهمیدیم که ایران یک انبار مهمات بزرگ است و به همین دلیل سیگار کشیدن در مترو ممنوع شده است. فکر میکنی اینا چیه؟ آمپول. در این سکانس سعید ساروج آموزش پیچیده تزریقات میگیرد تا با یک آمپول کار ولی فقیه را یکسره کند. ولی سوال این است، با چه نوع آمپول؟ این آمپولا نه تقویتیه نه به کمپلکس 12.
یه نوع مایع گیج کننده است. قدرت بدنی آدمو میاره پایین. یه گیجی مقطعی بهت میده. مگه خوابشو ببینیم. ولی فقیه خودش دچار گیجی دائمیه، بعد تو میخوای گیجی مقطعی بهش بدی؟ بعد از پایان این آموزش توجیه پیچیده عملیات آغاز می شود. تمام درخواست‌های وزارت اطلاعات در این توجیه چپانده شده است. و سفارش کنم که تا پاتون رسید تهران باید تشکل‌های دانشجوی دختر و پسر رو مورد هدف قرار بدیم. سافاری، تورهای کویر، کوهنوردی، اینا موقعیت‌های خوبی هستن برای جذب نیروهای تازه کار. فیسبوک، ایمیل ها، همه ابزار کار شما محسوب میشن و در ضمن تو گروه‌های مختلف مردمی باید نفوذ کنیم. فقط یادتون باشه که قشر جوان و دانشجوها تشنه حرفای نوان و تغییرات تازه اونا رو همچین شاداب میکنه. سعید ساروی و مهشید بلافاصله بعد از ورود به تهران روی مناقشات انتخابات سوار میشوند و به راحتی آب خوردن یک اغتشاش غیر جدی راه میاندازند. کارگردان ماست بخوری با این سیاه لشکرایی که جمع کردید. از طرف دیگر مهشید تلاش می‌کند یک تشکل دانشجویی را هدف قرار دهد، اما یک دختر بسیجی که بسیار ولایت مدارانه است یک حماسه سیاسی در برابر او علم می‌کند. دوباره شروع شد. جوکه یا خبر تجمع؟ ساعت 7 میدان 7 تیر 7 نفر رو با خودت بیار، به 7 نفرم SMS بده. منم پایم ولی 7 نفر ندارم، خودم تک فرزندم. آخه واقعا تا کی؟ تا آزادی. از نظر شما آزادی یعنی چی؟ به نظرتون شیشه شکستن و آتیش زدن و گرفتن آسایش و آرامش از مردم توجیهش خواستن آزادیه؟ نه، به نظر ما برای خواستن آزادی باید به ولی فقیه رأی داد. مهشید که نمیخواد به ولی فقیه رأی بده درخواست بمب میده و برای اینکه بمب تو هوای گرم خراب نشه با یخچال میارنش دم خونش. وای خدای من، بمب توی تهران؟ پس این وزارت اطلاعات صاب مرده کجاست؟ بله، وزارت اطلاعات بالای تیر برق همه چیز رو زیر نظر داره. شاید همین الان شما رو هم زیر نظر داشته باشه. دیدین؟ بهش بگو دست نزنه، همینجوری خوبه. آسمون آبی، دست به خورشیدت نزن، هوا خوبه. مفهوم. به ابابیل 2 بگو هر کی از اینجا اومد بیرون تعطیلش کنه. چشم. ابابیل 2 اگه زنبوری از کندو اومد بیرون تا کندوی بعدی باش بپرین. مفهومه؟ مهشید که تا حالا فکر میکرد خیلی قوی کار کرده، ناگهان با خبر میشود که طرحش لو رفته است. مهشید خیال میکند از دام وزارت اطلاعات خارج شده، اما وای حاجی، این که زنه، بهتره کتک بخوری و درخواست پلیس زن بدی.
ترتیب با ریختن یک شیشه رب به گوجه، مهشید به شکل مصنوعی زخمی شده و به دست ماموران اطلاعات دستگیر می شود تا همه دوستانش را لو دهد. اما به رغم دستگیری نفرات این شبکه، آتش فتنه خاموش نشد. ای خاک عالم بر سر یگان ویژه و وزارت اطلاعات بشود. نتیجه میگیریم که فیلم ابابیل فیلم بیخودی است که حتی بسیجی‌های ریزشی را هم پای تلویزیون نگه نمی‌دارد.